کسایی که به همین زنا مبتلا هستند، کسایی که به عرق نوشی مبتلا هستند، کسایی که همین درآمدهاشون از راه حرام است، اینا باید که خودشون دیگه زحمت ندن. شریعت به نام پروردگار به یاد تماما یگان ذره به اینا احتیاج ندارد. در شریعت ما کچتو در کار، کلیتو در کار نیست. بله، ما در کچتو در کار، ما در مسلمانی که همه گفتید همه چیزها ایستینی مسلمان باشه، مسلمانی که حقیقتا قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافة، با پرگی در دین بدرو. این نه که برادر هم نماز هم زنا، ببینید هم نماز هم عرق فروشی، هم مثال زنا هم عرق نوشی، هم دیگر اخی تماما یک مسخره در دین است، یک مسخره در دین می شود. حج رفتن با پول حرام، یعنی پول عرق فروشی، گروین ممکن است؟ نه برادر عزیز، ممکن نیست. پول حرام وقتی که انسان پولی حجش حرام باشد، حج او را خداوند قبول نمی‌کند. در حدیث صحیح آمده جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که وقتی انسان احرام می‌بسته است، حاجی ها وقتی احرام ببندند بعد از اون تلبیه میگن، یعنی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، یعنی تلبیه میگویند. وقتی انسان لبیک میگوید، شخصیتی که لقمش حرام و ناپاک است، خداوند رسول میگه که لا لبیک و لا سعدک، میگه در کار است، نه خود در کاری نه لبیک، طعامک حرام و شرابک حرام و زادک حرام و حجک معذور غیر مقبول. خداوند میگه که طعامت حرام است، شرابت حرام است، رهپولی که داده آمده این حرام است، این حج تو حج گناه از غیر حج مقبول، این حج که من است قبول ندارم. عیبی که همی برادر عزیز؟ آیا عیبی اسلام هست؟ عیبی خدا مانه که برادر حق یک آدم میخوریم چشم نمیپرم، یک آدم فریب کنیم اگر با همون روز وقت ما خوش میشود که مقصد ببین. حضرت مولوی میگفت حقی مردم دهد لذت به کامت، گلوگیرت شود روز قیامت. این حقی مردم از لذت داره، راحت میکنی، بسیار میگوی ای مقصد ببین این قدر فهمیش و زیرکی هستون که ای مردکا پول کنده خوردستم، ولی حضرت میگد که گلوگیرت شود روز قیامت. اینا همش کسب حلال، درآمد حلال شرط اصلی قبولی عباداته، شرط اصلی قبولی دعاست. اگر شب و روز دعا بکنیم ولی درآمدمون حرام باشه، حق ملوان در ذمه ما باشد، حق کارگر در ذمه ما باشد، حق شریکمون بالا کشیده ایم، حق الناس را نادیده گرفته ایم، محال است که انسان دعای او و عبادات او به جایی برسد، به درجه ای برسد. پس در اکل حلال، در درآمد حلال. ای کسانی که لقمتان از حرام است مراجعت دارد، ای کسانی که از راه های حرام درآمدها دارین. حضرت عبدالله ابن عمر میگوید اگر تو نمازخوان باشی و بسیاری از همان حرامخورها با نمازخوانند، حضرت عبدالله به آنها مراجعت دارد، ای انسانی که هم حرام میخوری و هم نماز میخوانی، اگر تو همچنان نماز خوانی که میان تو خم شود، دیگر میانت راست نشود، آنقدر روزه بداری که مثل ریسمان یا مثل تاریزی باریک شوی، ما تقبل ذلك منکم الا بورع حاجز. حضرت عبدالله گفتند این نماز و روزه تو را الله بر بالای سر خودت میزند، اینها در نزد خدا قبول نمیشوند تا اگر تو از راه حلال دسترخوان تا پر از نعمت نگردانی. پیغمبران مردمان را غم میخوردن که دوزخ نروند والله، لیکن موعظه نصیحت برای همین است که ای برادر تو گمراه نشوی، تو دوزخ نروی، در عذاب گرفتار نشوی، در دنیا شرمنده نشوی. دین اسلام مردم از شرمندگی نجات میدهد.
والله تو چی کار میکنی کردن بگی. دنیایی که شاد است نیک عاقبت کار تا فکر کن که به نزد خدا میروی، از عذاب خدا از غضب خدا هیچ کس ما و شما را خلاص نتوانید کرد.